سلام دوستان، به ویدیو جدید ما خوش اومدید. این ویدیو راجع به قاعده اصلی فوتبال، یکی از قاعده‌های اصلی فوتبال، یعنی چطوری با توپ حرکت میکنه. خب این همون طوری که گفتم مثل پا انداختن بود، که میگفتن زاویه 45 بدن، یعنی بدنتون بیرون از توپ باشه این ور. خب همونطوری خب باید باشه، ولی ما نمیخوام مثلا پا بندازیم، اینطوری با حرکت کنیم، اینطوری با بیرون کاری رو این شما باید خیلی تمرین کنید. خب چون میگم زاویه 45 باشه، خب چون مثلا موقع پا انداختن زاویه 45 درسته دیگه، شما تو این زاویه هر کاری میتونید بکنید. میتونید از این ور پا بندازید، یا پا انداختن از تو بندازید، یا مثلا یه با توپ‌های بهتر میزنید. چون زاویه 45 برای همین میگم قاعده توپی که قاعده فوتبال اینطوریه، هم سرعتتون خوبه، حمله توپتون خوب میشه و سرعتتون هم میتونید هر دیگه که بخواید رو به موقع بندازید و راحت مدافع رو رد کنید دیگه. اینطوری با بیرون پاتون باید اینجا ضربه بزنید. خب توپ باید اینطوری از اون قسم اینطوری بیرون باشه، اینجا اینطوری باید خب، یا اینا با چپش اصلا نباید این ور اون ور بره، یا خودتون برید این ور توپ رو کج کنید، یا مثلا بغل پاتون رو بکشید این ور، اون اشتباهه. فقط باید با بیرون پا اینطوری بزنید به اینجای توپ فر بخوره صاف بره. بعدش این یه چیز قاعده دیگه هم داره، خب که مثلا میخواد استارت بزنید با بیرون پا، اماپا هم دقت کنید اینطوری استارت میزنه، همینطوری توپو میزنه زاویه 45 بدنش، خب یعنی بیرون بدنش، فقط اینطوری نمیزنه بودوی. خب یکم خم میشه، اینطوری سرعتشون بیشتر میشه، یکم خودش خم میکنه، ضربه میزنه اینطوری. حالا من الان اینجا خیلی جا نیستش، نمیتونم خوب برم، ولی اماپا در کل اینطوری میزنه، مثلا یکم خم میشه یا استارت میزنه. دوستان تا ویدیو بعد خداحافظ. چنل ما هم لایک و ساب یادتون نره بکنید. هر ویدیویی که یعنی هر تمرینی که بخوای، شوت، سان، هر چی بگید ما تو این چنل داریم و هر چی شما بگید میذاریم. تا ویدیو بعد، خداحافظ.